مورد بعدی این هست که ما نمیتونیم گذشته رو هیچ موقع تغییر بدیم، اما میتونیم از اون عبرت بگیریم. مربی باید نسبت به تصمیمات خودش مسئولیت پذیر باشه و با نتایج اعمالش زندگی بکنه. در واقع برای انجام این کار ما نیاز به داشتن یه فلسفه روشن توی ورزش و زندگی به طور مرتبط و در واقع به طور پیوسته هستیم و اونها باید این ظرفیت رو داشته باشیم که همواره نگاه رو به جلو و مثبت داشته باشیم. مطلب بعدی که برای شما راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد فرایند نیمکت مربیگری است. فرایند نیمکت مربیگری وقتی شروع میشه که در واقع کل تیم رو از قبل آماده بازی کردیم و تو طول بازی اون رو هدایت بکنیم و خب در واقع کمی هم بعد از بازی مسائل رو بررسیم. برقراری یه روند منطقی و انتظارات توی رابطه با هر یک از این عناصری که خدمت شما عرض خواهم کرد خیلی مهمه. مثلا فرایند قبل از بازی، انتخاب یه زمان مناسب برای ورود به زمین، شیوه گرم کردن به طور منظم که همه بازیکن‌ها و مربی‌ها نسبت به آماده شدن جهت بازی به اون اطمینان دارن، در واقع تشکیل دهنده فرایند قبل بازی است. از اونجایی که ما مشاهده می‌کنیم و با در نظر گرفتن هر چی که توی جریان بازی اتفاق میفته، یک مربی براش مشکل هست که در واقع به طور متمرکز بتونه که دسته‌بندی کنه اتفاقات بازی رو و خب وظایف رو همیشه به وسیله همکاراش انجام میده و الگوی ارائه شده یه چیزی باید باشه که از قبل در مورد اون به هماهنگی و توافق رسیدن و خب این الگو باید با استانداردهای اصول بازی در واقع هماهنگی کامل داشته باشه. اما این مربیه که به دستیارای خودش کمک میکنه تا اولویت‌های مختلف رو توی یه سطح بالای دسته‌بندی خودشون قرار بده. این فرایند همون چیزیه که ما میتونیم بعدها ازش توسعه رو ببینیم و خب معیاریه که مربی دائم باید سوالایی رو توی رابطه با اون چیزی که تو زمین اتفاق میفته مطرح کنه. این سوالا مثلا میتونن اینهایی باشن که آیا توی بازی ما تمرکز لازم رو داریم؟ آیا تیم مقابل ما هر چی که انجام میده برای ما غیر منتظره است؟ آیا مرکز زمین رو ما تحت اختیار داریم؟ آیا نسبت به تغییراتی که توی مالکیت تو در مرحله انتقال ایجاد میشه ما پاسخ مثبت میتونیم بدیم؟ آیا بین تصاحب و حرکت‌های تهاجمی تعادل درستی ایجاد میشه؟ یا سوال بعدی مثلا این میتونه باشه که خطرناکترین بازیکن حریف توی خط حمله چه کسیه؟ آیا روی سازماندهی مجدد توی دفاع تیمی ما تمرکز کامل رو داریم؟ خب کاملا روشنه که سوالاتی که مطرح کردیم باید متناسب با سطح قابلیت بازیکن‌های تیم ما باشه. توی شروع کار با یه تیم ممکنه که توجه مربی همیشه به این موضوع معطوف بشه که آیا بازیکن‌ها اهداف اصلی تیمو یادشون هست یا اینکه فقط دنبال تصاحب توپ توی زمین است. از دیدگاه بالاتر مربی ممکنه روی این نکته دقت کنیم که تا چه اندازه مدافعا میتونن که مهاجمای حریف رو توی موقعیت خطرناک پیدا و تعقیب کنن و خب جواب دادن به این سوال ممکنه که مربی رو مجبور به انجام دادن تعویض یا راهنمایی بازیکن‌های کلیدی از کنار زمین جهت بهبود این کار بکنه. اینها مطالبی بود که در واقع در مورد فرایند نیمکت مربیگری در حین بازی برای شما گفتیم و در قسمت بعدی در مورد زمانهای مرده یک مسابقه
با شما صحبت می‌کنم. Wind Virtual University. Touch the wind, touch the world. همونجور که در قسمت قبلی خدمت شما عرض کردم، قرار هست که الان در مورد زمانهای مرده‌ای که توی یک بازی وجود داره صحبت کنیم. زمان مرده برای یه مربی در صورتی که از اون به طور صحیح و هوشیارانه استفاده بکنه و اگر برای اونها این فرصت فراهم بشه، در واقع میتونه که با ارزش ترین قسمت یه مسابقه باشه. توی این زمان فرصت‌های برای مربی به وجود میاد تا بتونه نکات کلیدی و مهم برنامه بازی رو برای بازیکن خودش یادآوری کنه. تغییرات تاکتیکی بتونه انجام بده و بازیکن‌ها هم بتونن توی این زمان استراحت کنن و خب تعویض‌هایی رو هم یک مربی توی این زمان میتونه انجام بده و یه سرعت بازی رو بگیر. آماده شدن برای وقت مرده و پیشبینی اقدامایی که ممکنه از طرف حریف مطرح بشه به ما این اجازه رو میده تا اندیشه هامون رو برای سازماندهی و اطلاعات دقیق و کافی توی یک زمان محدود به بازیکن هامون ارائه کنیم. نکته بعدی که خیلی مهم هست در طول 90 دقیقه یک مسابقه وقت استراحت بین دو نیمه هست که حالا بین 10 تا 15 دقیقه است. این وقت استراحت به سبب تمرکز مجدد تیم و خب انجام تغییرهای کافی توی تاکتیک بازیکن‌ها و در نتیجه توی تجزیه و تحلیل نیمه اول بازی خیلی مهم است. توی این زمان دیدن بازی از دیدگاه تیم مقابل برای ارزیابی و ایجاد تغییرهای سریع بسیار مهم. و اما عامل بعدی در واقع میتونیم بگیم که یکی از مهمترین عوامل هست و اون تعویض‌های بازی هست. این یعنی تعویض‌ها یکی از عوامل مهم نیمکت مربیگریه که به طور سطحی ساده به نظر میرسه، اما برای مربیای کم توجه میتونه که مسائل بسیار بدی رو به همراه داشته باشه. این مورد یه اصل کلیدی و مهمیه که اگه بازیکن‌ها نقششون رو به عنوان یه بازیکن تعویضی و شیوهی که باید به کار ببرن و درک نکنن، میتونه که خیلی گرون تموم بشه برای یک تیم. و خب ما در خیلی از بازی‌ها دیدیم که خیلی از مربی‌ها اصطلاحاً تعویض‌های طلایی میکنن و خیلی از مربی‌ها با تعویض‌هایی که میکنن نتیجه رو به ضرر خودشون برمیگردونن که در واقع اهمیت نقش تعویض رو ما توی یک چنین بازی‌هایی میتونیم که ببینیم. مطلب بعدی ملاقات بعد بازیه و خب از اونجا که روحیه تیم و بازیکن‌ها نسبت به شرایط بازی انجام شده و نتیجه اون همیشه متفاوت بوده، بنابراین مربی هم باید روش‌های مناسب ارتباط با بازیکن و تیم رو شناسایی بکنه. تجزیه و تحلیل جامع بازی توی یک زمان دیگه ارائه میشه و مربی و کل مجموعه تیم باید همیشه بعد از بازی به یک آرامش نسبی برسه.